ما خیلی یهویی تصمیم گرفتیم بریم اصفهان. اقامتگاه رزرو کردیم، اصلا نمیدونیم چجوریه، امیدواریم که اوکی باشه. بعدم داریم میریم، یه حدوداً 2 ساعت و نیم دیگه داریم تا اصفهان. قرار بود ساعت 5 صبح را بیافتیم ولی دیر شد و ساعت 7 را افتادیم. مامانم هم داره بنزین میزنه. مامانم مسئولیت بنزین زدن رو به عهده گرفت چون فرزندش خسته بود. تو بنده خدا همیشه مسئولیت بنزین زدن رو به عهده میگیره. من دیگه واقعا جون نداشتم. اوف آی خیلی خستم. آقا اقامتگاهی که من گرفتم اصلا خیلی عجیب غریبه. من نمیدونستم اینجوریه اینجا. من وقتی که داشتم تو جاباما چک میکردم، من از سایت جاباما رزرو کردم. بعد تنها جایی که تو اصفهان برای امروز خالی داشت اینجا بود. بعد من فقط یه شب رزرو کردم، یعنی اینجوریه که ما ممکنه 2 شب بمونیم ولی یه شب رزرو کردیم چون نمیدونستیم چجوریه. یه شب رزرو کردیم، گفتیم اگه چی باشه میمونیم بازم. بعد خیلی عجیب غریبه اینجا، اصلا خیلی دور از شهره. بعد و آدرسشو من نگاه کردم ولی خب اون موقع نوشته مثلا 30 دقیقه فاصله است. بعد من گفتم که خب شاید مثلا یه منطقه‌ایه که من به میدان نقش جهان حالا 30 دقیقه داره، من نمیدونستم اصفهان چجوریه دیگه. بعد نگاه کردم دیدم مثلا از نقش جهان یکم بالاتره. اوکی اومدیم تو دهکده المپیک. اینم بگم تو مجتمع اقامتگاهی المپیک. اصلا خیلی عجیبه. کلا سفرهای عید من عجیب غریب شدم، همش اینجوری از آب در میان، یکیش نمیشه یکیش میرم عجیب میشه. آره دیگه، حالا این یکی هم که اومدیم حالا خوبه دیگه، خوش میگذره، میری بیرون و اینا. آخر شب بر خواب میام. آقا ما ماشین رو پارک کردیم، بعد یه جا گوگل مپ زده بود که اینجا کاخ 40 ستونه. بعد پیاده شدیم، نه اونجا 40 ستون نبود، حالا یه مقدار رو باید پیاده بریم ولی هرچی پیاده میریم نمیرسیم به اونجایی که مبدأ گوش. بعد یه فردا میبرمتون یه اقامتگاه خوشگل، یه جای قشنگ رزرو کردیم. امشب و اینجا میمونیم ولی فردا میریم یه جای دیگه. مادر گرام، نم اصفهان. آقا ما پیداش کردیم فاینالی. مامانم با سرعت جت داره میره جلو، من بهش نمیرسم. رسیدیم. خوشگله اینجا. بیام باور نمیشه، حالا نیومده بودم اینجا. خیلی قشنگه. باری نشونت میدم. من میخوام این چالشه رو بگیرم، یه چالش رو میخوام بگیرم، بعد برای اینستا ویدیو بذارم. بعد هر چی سعی کردیم که الان اینجا یه جای خلوت که بیاریم که من بتونم ردشم نشد. ولی چطور خیلی قشنگه، خیلی قشنگ، اصلا ابهتش خیلی جالبه. ماما نظر چیه؟ عالیه. من دادی تا کی؟ حالا اشکال نداره، الان من میخوام عکس بگیرم. خیلی قشنگه. شت نقاشی رو دیوار رو باورم نمیشه، خیلی خوشگله. ورودی کاخ 40 ستونم 30,000 تومان بود برای هر نفر که خیلی راحت از دستگاهی دم در میگیریم و اوکی دیگه. مقصد بعدیمون چی بود؟ تو اسمشو یادم رفت. کاخ 8 بهشت توی یه پارکه. ورودیشو پیدا نمی‌کنم. ماما
ما این کاخ چهارباغه که بسته بود دیدین گفتم که ورودیشو پیدا می‌کنیم، ما ورودیشو اولش اومده بودیم ولی بسته بود دیگه. بعد الان نشستیم همینجا تو پارکش، خیلی هواش خوبه، من دوستش دارم. پارک هشت بهشت. پارک هشت بهشت. آقا نگاه نمی‌کنه. سلام. بعد الان بریم چهارباغ راه بریم، بعدش یه جوری بریم زاینده رود و 33 پل خواجو همونجاست. من تا حالا اصفهان نیومدم، اینو باید بار هزارم بگم. خب زاینده رود و 33 پل که یکی هن. پل خواجو هم همونه. پل خواجو هم همونجاست دیگه. اینا رو یه جوری بریم که مثلا روز بشه به پل به 33 پل هم، یعنی زاینده رود هم روزش رو ببینیم هم شبش میشه. نه الان شب بریم دیگه دوباره صبح بریم. فردا یه جوری بیایم که هم شب بریم هم روز بریم، یعنی باید صبح وجود باشیم که نه صبحش عزیزم، ببینیم. شب شما میگیم منظورم اینه که هم نورشو ببینیم هم تاریکیشو. یعنی چه ساعتی به نظر یعنی شما؟ مثلا الان میشه دیگه، بعد غروب میشه. الان هم نه، الان ساعت 4. اینجا خیابون چهارباغه، پیاده راهه و خیلی قشنگه و حس و حال خوبی داره. گلاشو ببینی، اینجا همه یا دارن دوچرخه سواری میکنن یا دارن پیاده روی میکنن یا اسکیت و خیلی حس و حال خوبی دارن. الان چه حالی داری؟ این آینه توی چهارباغه و دیگه بالا و پشت سرم 33 پله. هم بریم از این داخل این اتاقتاش. اصلا خیلی حس خوبی بهم داده، خیلی حالم عوض شده، خوشگله. با 33 پل که دیگه هیچ چیزی برای گفتن نداره، قشنگ حس و حال من رو عوض کرد. بعد خیلی قشنگه. ما اون طرفش نشستیم، الان این طرفش اومدیم این طرف که آب داره حرکت میکنه. اصلا نمیدونم آده تو فیلم مشخص میشه یا نه، ولی صداش هست و خیلی خوبه. اصلا نمیدونم چه تعیینش، اصلا نمیدونم چیزش خوشمزه است یا نه، ولی ما اومدیم تو چهارباغ
فارسی نیست به نظرم. به نظرم اوکی مشکل نداشت ولی من برای دفعه دوم نیستمش. یعنی چیز خاصی نداشت که دلم بخواد بگم وای من حوض کردم و دلم خواهد برم امتحان کنم نتیجه امتحان هم کردم. Turn right on it, then turn left onto Bay Church Alley. برنامه امروز جلفاگردیه. جلفا فکرم آره. الان اومدیم جلفا، ماشین رو پارک کردیم، داریم میریم کلیسا. نگینم زدم برای خودم این طرف صورتم و اسفل مشخص نیست. حالا مامانم بیاد میگم که منو نشون بده. اینجا مثل این که اینجا خیلی قشنگه. باید اصلا اصفهان واقعا زیباییش یکه، محلاش خیلی قشنگه. ولی من واقعا نه کرمان نه شیراز اصلا هیچ جا رو اینجوری ندیدم. یعنی هیچ محلهای اینجوری به این شدت مثلا این فضا رو اینجوری تاریخی نباشن ندیده بودم. یعنی نداره. آره دیگه. مثلا این حالا یکم اطرافا نشونتون بدم. فکر کنم همین کلیسای بانکه. یکم اسمش برام عجیب غریبه. اینجا هم که پارکینگ، حالا نمیدونم چیه دیگه که هست. اینجا فکر کنم فکر که نکنم اینجوری که بهم گفتن محله ارمنی هست. بعد اینجا ارمنی زیادن و عمارت‌های ارمنی و خونه‌های ارمنی گشتن زیاد. خدای من انجیله رو نوشته تو اصفهان نوشته، تو استانبول نوشته شده، تو اصفهان تذهیب شده. این کلاه روحانیاشون بوده. من یه لحظه فکرم کلاه شاهی چیزیه. این تارموه ولی وقتی که زیر میکروسکوپ نگاش میکنیم نوشته ارمنی روشه. اصلا داستان این مو هم اینه، نوشته شده با قلمی که الماسش 20 برابر از تارمو نازک‌تر بود. این هم نوشته است ارمنیش که اینه، حالا مشخص نمیشه نور توشه، ولی فارسیش اینه حکمت و ادب بیاموزید تا بتوانید سخنان نوابغ را درک کنید. دکور کافهشون دکور مغازه‌شون خیلی جالبه. این سمتش هم این شکلیه، چیزای قدیمی طوره. اینم منم. آقا این درخت خوشگله، اصلا زیباییش توصیف ناپذیره. ما اومدیم خانه معتمدی این همین معتمدی دهدشتیه، همین که دنبالش میگشتم. اینجا بعد به علت تعمیرات بسته است. بریم سراغ بعد. اصلا ناراحت شدم. بعد اومدیم خانه مشیرالملک، ورودی کلیسای بانک، نفر 30 تومن. کلیسا چند بود؟ نمیدونم، ولی اینجا خانه مشیرالملک نفر 50 ورودی شد. ویوشو نگاه کنین، پشت بامش این شکلیه. بعد این حوزه و خدایا خیلی قشنگه. بعدیم خانه قصه های مجید، مامانم عاشقش بود که ببینتش. نم داخلش مجید و بیبی. الان خوشحالی؟ کدوم الان اتاق بیبی و مجیده؟
این واقعا اون موقع این بخاری رو داشتن؟ ما ماشین رو گذاشته بودیم تو پارکینگ. هم لحجه میگیرم. گذاشته بودیم تو پارکینگ، بعد رفتیم خانه مشیرالملک، بعدش هم اومدیم خانه قصه‌های مجید. کم فاصله داشتیم. الان واقعا خستمه، جون ندارم برگردم به ماشین. میخوام الان بریم بریونی بخوریم ناهار امروز. البته احتمالا میریم اقامتگاه جدید تحویل میگیریم، لباسمون رو عوض میکنیم، بعد میریم غذا میخوریم. آره دیگه. اصفهان کلا خیلی قشنگه، من خیلی دوستش دارم. فقط تنها مشکلش اینه که خیلی ترافیکه. بریم غذا بخوریم. رستوران حاج عباس علی، واسه اینکه بریونیه. نه بابا، نمیشه رستوران. بعد واسه اینکه خانوادگیه، همینجوری نسل در نسل در نسل اینجا بریونی داشتم. اینجاست. نمیتونیم اینجا بشیم غذا بخوریم، باید بگیریم و ببریم جای دیگه. من بریونیش. فقط من حس و حال ماه رمضون رو ندارم یا شما هم اینجورین؟ الان به ما زیراندازم دادن بیایم توی پارک بشینیم غذامون رو بخوریم، یا فضای سبز نزدیکشون بود اینجا بریونیمون رو بخوریم. حالا ببینیم که اصلا بریونیش چجوریه. خیلی معروفه، مثل این که همه هم اینجوری بودن که اینجا غذا بخوریم، اینجا بریونی بخوریم و دوغ نداشت. خب خودمون رفتیم تا سوپری دوغ گرفتیم. آقا من گفتم اقامتگاه جدید خیلی خوبه. این اتاقمونه. تخت من اینجاست، تخت مامانم این پایینه. اینم آینشه. آینه هم داره. اقامتگاه قبلی چی نداشت، باید سبیل الله کار میکنم. مثلا حالا بیرونم بهتون نشون بدم، بعدش باید بریم پایین رو بهتون نشون بدم. اینجا رو فعلا نگاه کنین، اینجوریه که دورمیتوری. بعد اینجا این خیلی گوگلیه، نگاه کنین. اینجا هم اینو داره. آوتفیت چک. این قسمت بالاشه. بعد پذیرایشو اینجا میتونی بیای بشینی، قشنگه. اینم گلخونه است و کافه هم داره. اینجا رو فقط خدایا خیلی خوب. آقا ما آره ما الان پیاده داریم از اقامتگاه میریم، چون گفتن نزدیکه. بعد امیدوارم یعنی برسیم به تایمی که بتونیم اونجا حالا بگردیم، عکس بگیریم و اینا، مغازه رو دنبال کنیم برسیم. رسیدیم میدون نقش جهان. چقدر بزرگه. کرمان یه دونه میدون اینجوری داره، میدون گنجعلی خان، اونم دقیقا دور تا دورش بازاره. بعد خیلی قشنگه، یاد اونجا میندازه، ولی اینجا خیلی بزرگتره. ماه رمضون و روز قدس و اینا همه با هم دیگه شده تو سفرمون. مسجدا بستن، نمیتونیم مثلا بریم، فقط در همین حده که باید از بیرون ببینیمشون. عکس چیزی میخوایم بگیریم همینجا باشه. خیلی ناراحتم که مسجدا بستن، هیچ کدومشون رو نمیتونیم بریم واقعا. آخه چرا تا ساعت 4 مسجد همش به خاطر ماه رمضون داریم. باله دوغم داره. آقا این مسجد نمیدونم چیه، مسجد فکر کنم امامه یا مسجد جامع است، نمیدونم، ولی خب نگاش کنم. این داخلشه اینجوریه، همه میان اینجا دوغ و گوشفیل میخورن. ما چون دوغ و گوشفیل خورده بودیم بعد دوست نداشتیم دیگه، الان گفتیم اینجا یه دمنوشی چیزی میخوریم یا دوغ میخوریم. ما الان اومدیم تو این محیط اقامتگاه یه کافهش چای بخوریم. من چیزی دارم خواست
مامان فقط چای گرفت، چای دارچین. میتونم سرات کنم داریم میخوام بریم پل خواجو. فردا هم که دیگه احتمالاً پارک ناجوان اگه باز باشه، بعدش هم دیگه شیراز. ما اسنپ گرفتیم، میخوام بریم پل خواجو. بعدش مشخص نیست ولی احتمالاً میریم یه محله توی جونفا، یعنی محله جونفا، شاید اونجا بریم شام بخوریم. رسیدیم. آقای نمیگفت که رسیدیم، ما وایستاده بودیم همجوری نشسته بودیم تو ماشین. بعد دیگه یه آقای پرسیدیم که اینجا پل خواجوه، یعنی بعد پیاده شیم دیگه، گفت که آره. بعد خیلی شبیه سیاست پله، خیلی هم آدم زیاد اومدن اینجا، خیلی حالا هواش خوبه. نظر راجع به پل خواجو چیه؟ من صدا کنه دوباره باز همت بیاد به منو مبتلا کنه، بده میگم کاریش نباشه، بذاره درد تو بباشه، بره توی تموم جونم باز برات باز بزونم. آقا به جون خودم داره پاییز و زمستون و پاییزو که گفتم، تابستون و بهار و زمستون و همه چی با هم دیگه جا به جا میشه. خیلی سرده اینجا. تازه من کت جیم پوشیدم. آقا ما از بین این همه جا انتخاب کردیم که اینجا رو پیتزا پک بود. همه گفتن خوشمزه است، بیاین اینجا و بعد دارم مامانم میگم ما یه غذای آدمیزادی نخوریم، یعنی نرفتیم یه جا بشیم غذا بخوریم، همش داریم میریم تو پارک و اینا، چون اینجا تیک اویه و بعد بگیریم ببریم تو پارک بشیم بخوریم. داریم صبحونه بخوریم. مثل بچه خود صبحونه رو برداشتم، تخم و پنیر و سبزی برداشتم، چای بعدش آقا من یکم میکاپ کردم که برم پایین تو کافهشون عکس بگیرم. این کلا تو فضای چطور شد؟ خیلی دوستش داشتم و اینجا چقدر نورش خوبه. اینجام که عشق منه. یهی آریشان تایممون تموم شده، تا ساعت 12 میتونستیم اینجا باشیم. بعد دیگه الان اومدم بهم گفتن که مامانم پایین داشت آب جوش درست میکرد، حالا اومدن گفتن که باید حتما الان بیان پایین. بعد ولی از پایین میشه استفاده کرد. حالا من الان وسایل رو ببرم پایین دیگه، پایین اینجا تموم میشه. حالا مامانم رفته دیگه هر چی که مونده رو بیاره و دیگه بریم. حالا احتمالا میریم سمت پارک ناجوان که آکواریوم و حالا تلسیج و اینا، ولی اگه باز نباشه دیگه یه راست میریم شیراز، ولی اگه باز باشه اونجا هم یه سر میزنیم بعد میریم شیراز. سفرمون دیگه داره به انتها میرسه. ناراحتم، دلم نمیخواد برگردم.